چای کشی آماده یا نه؟ وای بذار رو کمک کنیم. ها قول بده. داداش سلام، خوب هستی؟ میگن موتور مزایده است خب یا پلاک قدیمی میشه به اون رفت اسنپ باکس و اینا. سلام آقا، خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. تو این ویدیو آقا برنامه چیه؟ قراره بریم بپرسیم که آقا میتونیم ما موتورای مزایده بیاین توی اسنپ باکس اینا کار کنید یا نه؟ تا انتهای ویدیو با ما همراه باش. اینجا چی میچسبه؟ تکچر یه دوتا بچه الان یارو پلاک نداره، نمیدونیم داره میبینیم، فقط تلقشه، جای پلاک فقط. باکی از پلیس نیست. خیلی جای جالبی هم. اگه دوست داریم با موتور بریم تو اون کوه ها حتما تو کامنت ها بنویسید. یه چیزی هست به نام یه چرخ مسافتی. میخوام یه چرخ براتون بزنم مسافتی. باب چیه مهدی؟ باب پلاکه. اینجا میخوام تو رو پیاده کنم یا اصلا دو ترکه؟ جواب تو نه؟ آره. این یارو تک چرخ میزنه، یاد بگیر. اینجا بپر پایین مهدی، از هوا لذت ببر. یه دونه عربی میخوام براتون برم. آجی موتور بلند میشه یه گیری داره، وایسا اینو یه درستش کنی. انگار کلن یه گیری داره. فکلاج من کنم نابود شد. حالا وقت پلاکه. اومد جلو. وای حاجی اصلا تا من میگم یه جای خلوت خیلی خوبه میشه اتوبان. کافی است مهدی، بشین بریم. چکم آها مهدی اینجا رو میبینی، اینجا باب پرش با موتوره. باب تکاف آماده؟ که فکر نمی‌کنم وقته، ولی باید بریم یه کیلومتر هم بگیریم. حال می‌کنید دور میدان اومدیم بالا پیش مردم.
کافیه فقط یه پلیس بیاد فرار کنی. اولم اینجا چیه؟ به این یارو کارت ملی می‌نویسن چیه؟ اسمش چیه؟ کارت ملی می‌نویسن؟ آره کارت ملی و دفتر پیشخوان؟ آره دفتر پیشخوان ویلان خراب بمانه. می‌دونی من چند وقته چیزه کارت ملی رو ثبت نام کردم هنوز نیومده. مال من 2 ساله نیومدن. مال تو 3 سال هست فکر کنم. مال من اصلا چی معلوم نیست. ولی شلوغ اینجا. شلوغ و چی؟ باب لایکشیه. بفا اینجا. مهدی لایکشی آماده یا نه؟ آی بزن بگی بعد حضرت حال کردیم ناموس. این دوتا اولی ها گرون بودن. این اسنفوده نگاه. اگه بشه بریم حاجی من پلاک دارم ولی پلاک قدیم موتورم. سند داره، کارت موتور داره، کارت سوخت داشت باطلش کردن چون پلاک نرفتیم چیز کنیم. همه چی داره ولی پلاک قدیمه. پلاک هم خواستیم بکنیم رفتیم گفتیم آقا این موتور ما پلاک قدیمه اینو برامون پلاک میکنیم. گفتش موتور بالای مدل 90. موتور ما هم که سلطان هم قدیمی و دیگه نشد. نه اینا باید بگیم کلتو به دوزنکی ما رفتیم برگشتیم هنوز اینا نرفتن کربلا. ما رفتیم دور داریم حاجی من و حمید و کاکمیر و مانی اینا رفتیم مشهد. پدرمون در اومد 1000 کیلومتر رفت 1000 کیلومتر برگشت. اینا که دیگه کربلا متی 8500 آشغال ترین هندونه. به این کالتی ها به اعتماد آره این یارو کمک کنید. ها قول بده. رفت بپرس حاجی خدا کنه که بشه. اگه بشه میرم تو اسنپ باکس براتون ویدیو هم میذارم. نه زیاد که از حوصله بدون یکی دو تا که بدونید چه جوریه و چه مسائلیه. چی گفت داش مهدی؟ گفت باید بپرس از یکی گفت من نمیدونم. بشین. داداش سلام خوب هستی؟ میگن موتور مزایده است خب یا پلاک قدیمی میشه با اون رفت اسنپ باکس و اینا مثلا جور چیزا باشه نمیدونی؟ از کجا باید بپرسی؟ باید بپرسی. مرسی. حاجی میدونی برنامه چیه؟ اون یارو فکر کنم فهمید
مثلا ترسید دیگه. ولی می‌بینی ماجرا چیه؟ من یه نفر دیگه پرسیدم خلاف چه خطری آجی. من اینو از یه نفر دیگه پرسیدم، یارو این چی گفتش که یا باید پلاک یکی از رفیقاتو بیاری، که آقا مثلا با پلاک اون تو ثبت نام کنی، یا هم که نمیشه. ولی در کل اگه بخوای میتونی یه راههایی پیدا کنی، مگه اینکه یه رفیق پایه و یه آشنایی که موتورش پلاک ملی باشه داشته باشه.